درود بچه ها، من هیدیکا هستم. امروز قراره با هم دیگه یه نون خامه مینی رو درست کنیم که هم خیلی خوشمزن هم برای مهمونیاتون فوق العاده است. راستی آخر ویدیو هم نون خامه رو بردم باغ تا خانواده تست کنن و نظرشون رو به هم بگن. بریم سراغ موادش. اول از همه باید آب، کره، شکر و نمک رو اضافه کنیم. روی حرارت خیلی ملایم بذاریم تا مواد یک دست بشه. وقتی که آب کم کم شروع به جوشیدن کرد و کره ذوب شد، آرد رو یک باره اضافه کنید. به سرعت باید هم بزنید تا گلوله های آرد از هم دیگه باز بشه و خمیرتون کم کم شروع به جمع شدن بکنه. این پروسه چیزی حدود 8 تا 10 دقیقه هم طول میکشه. بعد که خوب مخلوط شدن درون یک ظرف جدا میریزیم. وقتی که خمیر از داغی افتاد تخم مرغ رو اضافه میکنیم. دقت کنید خمیرتون نباید سرد بشه، فقط باید از داغی بیفته و ولرم بشه. تخم مرغ هم که اضافه کردیم با همزن خوب هم میزنیم. بافت این نون خامه هم یک بافت چسبنده است، پس نگران نباشید که خراب بشه. وانیل و بیکینگ پودر رو هم در این مرحله اضافه میکنیم. چون من دیدم یکم خمیرم اینجا سفت شده، تخم مرغ آخر رو هم بهش اضافه کردم تا یکم بافت نون خامه لطیفتر و روانتر بشه. پس از هم زدن داخل قیف میریزیم و از موادمون روی سینی فرمون پایپ میکنیم و انگشتمون رو کمی خیس میکنیم و نوک نون خامه رو صاف میکنیم. اگر این کار رو نکنید توی فرم نوک نون خامه‌هاتون میسوزه. اینجا هم که میبینین خامه ها رو به مدت 10 دقیقه دارم فرمشون میدم. بعد میریزم داخل قیف و نون ها رو از خامه پر میکنم. من توی باکس شیرینی چیدم و با یک روبان قرمز هم پاپیون تزیین کردم. اینجا هم که تو راه باغ هستیم تا زودتر برسیم تا من از ریاکشن خانوادم فیلم بگیرم و براتون بذارم. اگر این آموزش رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی.